بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. آرزوی قبول طاعات و عباداتتون. ببینید، ترامپ یه مطلبی تو شبکه‌های اجتماعی خودش به عنوان ترو گذاشت. این شبکه اجتماعی رو بعد از اینکه دور قبل توی توییتر شکست خورد درست کرد و برای اینکه بتونه نبض شبکه‌های اجتماعی رو به دست بگیره، ایلان ماسک رفت براش توییتر رو خرید که کنترل بکنه و خودش هم شبکه اجتماعی زد و براش مهمه. اینو بدونید، برخلاف اون چیزی که گفته میشه، ترامپ معمولا تو کسب و کارهایی که درست کرده تقریبا همه شکست خوردن، هیچ کدوم نگرفتن. یعنی یه شایعه هست که خیلی موفقه تو کار اقتصادی، اینطور نیست. هم کار ملکه و بقیه چیزایی که وارد شده همه شکست خورده. اما حالا با این کار ندارم. یه مطلبی نوشته به عنوان اینکه اگر ایران در واقع نمیخواد همراهی کنه فلان، چرا نباید یه رژیم چنجی اونجا باشه. با از عنوان میگا استفاده کرد، make Iran great again، یعنی ایران دوباره بزرگ بشه. این میگا شعار در واقع رو به پهلویه، یعنی دقیقاً اون هدف اولیه‌شون که اینا می‌خواستن بهش برسن و نرسیدن، این که یه حمله پیش دستانه محکم بکنن، بعد در واقع نظام تو شوک و بهت پیش بره، یعنی جمهوری اسلامی مردم بریزن کف خیابون و در واقع ورق برگرده. خب وقتی این نشد و ایران محکم و مقتدرانه هم تونست جبران بکنه این ضربه رو و سریع هم پاسخ داد، برای برگشت. در اهمیت این ماجرا من همین رو خدمت شما بگم. تو ضربه‌ای که شبیه همین ماجرا روسیه از اوکراینیا خوردن تو همین عملیات پهپادی که به پایگاه‌های نیروی هواییشون حمله شد و یه بخش قابل توجهی از هواپیماهای راهبردی و بمب افکناشون از بین برد، ما فکر می‌کردیم دیگه الان پوتین بلند میشه میره چیکار میکنه، الان مثلا لابد بمب اتمی میزنه و بعضی میگفتن بمب اتم تکنیکال میخواد استفاده کنه، موشک نمورشنیک استفاده کنه و فلان. دیدیم اولا هیچ اتفاقی نیفتاد. این که بلافاصله تو 10-12 ساعت یک کشور خودشو جمع بکنه، پاسخ قاطع بده، خیلی کار سختیه که به حول قوه الهی صورت گرفت. اما راجع به این میگایی که اینا دارن میگن، یه نکته رو به شما عرض کنم. ببینید، چند تا مفهوم هست کنار همدیگه قرار میگیره. از قدیم حتی این بندگان خدا لاتولوت ها میخواستن یه چیزی بگن، همیشه میگفتن خدمت شما عرض بکنم سلامتی سه تن و نمیدونم چی، همیشه ناموس و وطن رو کنار همدیگه می آوردن. خب این برای چی؟ که مفاهیمی که از یک جا نشأت میگیره. غیرت یعنی کسی که غیر را راه نمیدهد در حریم خودش. این دو تا ویژگی داره. یعنی اولا حریم خودشو میشناسه، میگه اینجا حریم منه، اینجا حرم منه، اینجا این چهار دیواری منه، نمیذارم کسی بیاد به سراغ چهار دیواری من. خب غیر را راه نمیدهد، این غیریت رو مشخص میکنه. کسی که اینو نداره در واقع تو ادبیات دینی بهش میگن دیاست داره. خب حالا این دیاست میتونه فرهنگی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه و در واقع اون بخش محرم و نامحرمش بیشتر تو ذهن مردم و تو کلام مردم است که یه توهین جدی محسوب میشه. خب وقتی بار آوردید کسی رو که و دیدیم اون روزی که اینا داشتن حرفایی میزدن در مورد اینکه ناموس ندارن و کی گفته ناموس و بی ناموسی چی و من ناموس کسی نیستم و نمیدونم فلان، این حرفا، یا با افتخار میومدن مینوشتن رو پلاکارد دستشون میگفتن که بی ناموسن و اینا. این مرحله بعدش یعنی بی وطنن، معنی دیگه ای نداره. خب یکی از اون غیریت ها غیریت وطن دوستی است و اینکه حریم جغرافیایی خودتو مشخص کنی. هرچند ایران برای ما صرفا حریم جغرافیایی نیست، بلکه تمدن، یه هویت، یه فرهنگ و تفاوتش هم امروز دارید میبینید که بقیه کشورها سریع از هم میپاشن، در اثر ضربه ایرانی بیشتر متحد میشن. خیلی اتفاق عجیبی. خود غربی‌ها هم تعجب کردن. بارها و بارها و بارها تو همین ایام شنیدید که ایرانی‌ها فرق دارن، اینا تمدن بزرگی دارن و قص الهازا. ما به قولی به شوخی من دیدم خیلی این شبکه‌های اجتماعی میگم آیه جنتی عمرش 15 سال 20 سال از رژیم صهیونیستی بیشتره، اینا چی دارن فکر میکنن؟ حالا این غیریت رو میخواستم بگم. حالا قصه میگاه چیه که make Iran great again خدمتتون، یعنی ایران دوباره بزرگ بشه. این شعار همین رو به پهلویه. وقتی زن این که ناموسش در واقع به قول محسوب میشه، چون ناموس خودش ظاهرا نیست، ناموس خیلی کسای دیگه هم هست، دست به دست میشد زیر دست این اون و عکساش با تامورلی اومد و توی نمیدونم خدمت شما عرض بکنم توی یک مراسمی بود که جشن و پایکوبی بود که کارهای اونجا صورت گرفت که غربی‌ها تعجب کردن. نباید تعجب کرد، که نباید عجیب دونست که
در واقع او بیاد مصاحبه کنه با یک شبکه خارجی و از بمباران کشورش دفاع بکنه. یعنی دقت کنی کسی که براش مهم نیست ناموسش دست این و اونه، براش کشورش هم مهم نیستش، فقط یه هدف داره، اون هدفش به هر طریقی مثلا بیاد مثلا به قدرت برسه. نه تنها ایران بزرگ نخواهد شد، بلکه ایران بزرگ شده که چه عرض کنم، برای اینا از این شعارها تو لیبی هم دادن و جاهای دیگه. ما الان لیبی بزرگ شده رو داریم میبینیم که تیکه پاره شده، افغانستان رو داریم میبینیم، عراق رو داریم میبینیم، سوریه رو داریم میبینیم. همین الان نقشه تجزیه طلبا رو میزشونه، همین الان تجزیه طلبا از جنوب و شمال و شرق و غرب دارن سهم خواهیاشون رو میگیرن، به قول اسم شهرهایی هم که مال اونا هست و نیست دارن تقسیم میکنن، بعد ایران دوباره بزرگ بشه. نه، ایران با نابودی رژیم صهیونیستی در منطقه قدرت منطقه خودش رو به جهان اثبات خواهد کرد و خودش رو به عنوان یک قدرت نوظهور در نظام بین‌الملل جهانی اثبات خواهد کرد. باید اینجا همه غیرت داشته باشیم و خدای نکرده اون صفت مقابل نباشه. مبادا افرادی دچار دیاست سیاسی بشن. نباید از دشمن ترسید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا با ماست. کسی خدا با ماست، کسی خدا با اون باشه دیگه هیچ ولا خوف علیهم، دیگه هیچ خوفی ندارن، هیچ حزنی هم ندارن. کنار دریا هم باشن، همینطور ما تو مبهوت هم نگاه کن که الان باید چیکار کرد، دریا براشون شکافته میشه. این اون اعتماد به خداوند متعال از ابد و از دست ندید. من این همه این روزها و این شبها تاکید میکنم به دعا. فکر میکنید برای چیه؟ برای اینکه رابطه دلی ما با خدا قطع نشه. خب که باید دعا زیاد بخونیم که خودمون مؤمن باقی بمونیم. مبادا غرق شدن تو این اخبار ما رو بکشه ببره. مبادا به خاطر 10 تا موشکی که میزنیم غرور بگیردمون. هیچ، همه اینا خطرناک. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به معنی واقعی کلمات به الله اکبر رسید. الله اکبر که قوی تر از همه بمب‌های اتمه. هر چند باید تمام تکنولوژی رو به دست آورد، اما فراموش نکنید که اون خداست که بزرگترینه و با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. نمیگه خدا بزرگتره، خدا بزرگترینه. لا حول ولا قوت، اصلا حول و قوه‌ای وجود ندارد الا اینکه از آن خداست. الله اکبر من ان یوصف، خدا بزرگتر از اون که اصلا بتونیم ما وصفش کنیم، بتونیم به در قالب الفاظ بگنجانیم. خب مردم غیور و غیرتی کار دست کسایی که دیاست دارن نمیدن و در مقابل اونها میستن و من عرضم اینه که اگر جنگ خندقی هم باشه بیان دورمون بکنن، حتما تدبیری لازم داره، حتما باید خندقی هم کرد، حتما باید فکری هم کرد برای اینکه حمله از کجا میخواد صورت بگیره، چیکار باید کرد. حتما باید خدمت شما عرض بکنم اهم و مهم کرد، بگه الان این دشمن بعد دشمن بعدی، اما به حساب همین ها باید رسید. پیامبر رحمت خدا بر ایشون و آل طاهرینش، درود خدا بر اونها، بعدش سراغ یهودیای شمال مدینه رفت به خاطر این خیانتی که کرده بودن. تک تک اینا باید ثبت بشه، به سراغشون رفت تا درس بشه، تا 50 سال دیگه شما بازم امنیت داشته باشی، 100 سال دیگه امنیت داشته باشی، کسی جرئت نکنه. اگه هر کسی با خودش گفت میتونم برم حمله کنم، بعداً فراموش میکنن، اینا یادشون میره، این خیلی خطرناکه. خلاصه اینکه ما مردم غیوری هستیم، نه مثل یک سری افراد بی وطن و بی ناموس. یا علی.